سلام بچه‌ها، چطور؟ خب بچه‌ها امروز قراره ما هم چالش تکراری ترایناتولف رو انجام بدیم. خودتون هم ببینید چجوریه، میتونیم یا نه. نظر چیه؟ عالیه. خب بچه‌ها بریم برای ویدیو. بریم برای اولین ویدیو. لیتس گو. مترزگه صداش مترزگه. مترزگ خیلی بالا. دیدی ویدیوهای مشیو صدا مشیو آشنا بودن داره نیاز تضاد خندیدی بین ویدیو داشت. فکر کنم ما بگیم خندیم عذابه بچه ها. زیست یه عذابه وشتر بینیم. اصلا بچه های تجربی میدونن نوران های عصبی که خیلی عذابه. خود نوران های عصبیش در میگیره. شبیه خودت ها. الان 2 دقیقه پیش بچگی هم میرسه اینو یه این عکس داشتی بچه نشون بده. آقا حساب نیست. دست گرمی دیگه. من خریدم دست گرمی بچه هم دیگه. یکی چه من یکی من خریدم تو یک خریدی. تو یه خرید من بچه جا. خب آقا خنده حساب نیست دیگه. بچه‌ها یه بار خریده یه بار سوخته. چیو؟ جرزنه میکنه. ادامه برو. خجالت بکش. دقت کردی ویدیو قبلیه شبیه اینا توی بازی لک میزنه برام. FPS میشسته. آره. پینگ بالا. پینگ 999. سکر نقطه. کارت کش. دوره شکم جلو زیدی داره. امیرحسین حسنی خجالت. بله ویدیو بچه‌ها 2 بار خندید. بچه‌ها 2 بار خندید بچه‌ها. صداش خیلی بد بود. بله ویدیو بود. نه قبل بگید. اصلا قبل بگید چیز کنید. بچه‌ها امیرحسین 2 بار خندید بعد 2-1. بلال نه شیرالی. چرا شیر آورده؟ حاجی پوشه خشای داره نوری نیست. بابا نه حرف بزن. ترسیدی؟ نه ترس. وای من نه اونور ترس. وای افتاد بیرون. نگو که میگیرتش. چه مایونزی اومد. داداشو شب قبل مایونز خورده بوده. پخش اینجی بدون جای خاکی بودم شهر کرونا در 90 حساب شد. بعد این گلا رو یادته انقدریا بابونه میده به طرف از حلقه الماس بیشتر ارزش داشت براش. یه بابونم بهت. یه بابونه تبلیغ باش. بابونه گل اسرائیل خیلی شاد اومد ببرتش. همین اسرائیل دنسر آوردیمش خندیدی. یک یکی بچه ویدیو استاپ شده. آقا برو بابا. یکی 2 بار خندیم هیچی. نجات پیدا کرد. نتونست. اسرائیل نه بابا. دعوادی بیا اینجا. امیرحسین حسنی. آقا این خودتی. این کپ خودته. وقتی یه گل میزنه تو ورزش خب امیرحسین با زنگای ورزش امیرحسین بابا یکی از داداشای ما که جلوی ما میشه به حرف قشنگ همش با هم اینجوری بوده. بعد بزود جلوشون میکردی اصلا. به خدا یه بار سر کلاس زیست چرت و پرت این دو تا با هم بحث نکردن. من یه بار زیست رو کامل فهمیدم. آقا ما زیست نداریم. رفت.
خودکشی تو روز روشن. یه شمشیر دلش بود. چی؟ مثل شمشیر خجالت کشید. یا حسین خودکشیه. کورن دوتا. خندیدی. مال من کو؟ مال من اون برای رفته. یافتمش بچه ها. من داشت فکر کنم بدون صدا ویدیو. وقتی کهکشان هم مارستیکس خارج میشه. بچه ها این آقایی که اینجا میبینید آرزوشه بره تو گروه BTS دنسر بشه. بله اون صورتی همون هم اتاقش پر عکسای اون صورتی هم آقای امیرحسین. جی دروغ میگه ما وقتی جی جونمون چی بود؟ اسمش چی بود؟ جونمون؟ نمیدونم والا اینا رو از خودش در میاره خرافاتیه. بچه‌ها داخل اسمشو بلد نیست. چی بخوای بگی؟ ولش کن. وایسا ببینم. نه ولش کن. چون نیم سوس شدی. بذار ویدیو بریم. خیلی آیا میتونن گلیا پوش باز کنن. بگی همون اگه اون نارگیله بود میافتاد تو سرش ما این هم بدبخت نمیکشیم. همونجا مرده بود. بدبخت کردم اون را آقای نیوتن. دوباره حالی داره. زیاد بچه ها ارشیا سر امتحان وقت کن تقلب کنه همجوری زیاد دستگیر میشه ولی ادامه میده. هی پشت کار زیادی داره. خیلی محکم به تقلب ادامه میده. این که خوش حرف زنه ما باز میذاریم بچه‌ها رو نگاه کنن. مثلا وقتی که واسه تقلب کنه یه گول پیجر جاش میشه. راحت این برواز 360 درجه میاد بچه‌ها. من به ایشون رسیدم وحشی بافری تو برای میشه فرشته باوری. آخه کی از 2 متری میاد میگه آقا تعویض وحشی بافری اصلا 20 بار کنم دستگیر شدی ازدا راحت. دوبار خندی بچی نخندی حواست باشه. چرا دوبار؟ خجالت بکش. کی دوبار خندیدم من؟ چند بار پس؟ یه بار. برو دوبار خریدی بچه یه بار اولش خریدی یا بعدش؟ بچه همه ویدیو رو دیدن. بچه‌ها همه ویدیو رو دیدن. اعتماد به نفسی که مرد داری امروز جی تی ایه جرثمین زنگ میدم بیاد بره. هر ماشینی دوست داری. جرثمین هم میدوزه و کلا همه چی رو راحت. یه قفل پدالی هم مهم نیستی اصلا. یکی از نخبه‌های مملکته. اصلا برای مهم نیست. چیز الکی هست. قفل قفل دست نداره پاکت چیز هست کادو رو باز می‌کنیم رمانش 30 ثانیه وقتی می‌خوای امتحان بدی. خب این که نمیاد، اینم که آسونه، اینم که تقلا می‌کنم، اینم که خیلی سخته. بس همینجوری توضیح هیچی قفل چیه اصلا؟ رفته حداقل ببین ماشین داره میره.
خاص بودن رفیق زلغلو قلقلو کنه چرا این؟ ای بوغلان زلغلو خار تو دهنم میره. ای ما مشکل داره. رفیق 3-1 تشی رفیق میشد. رفیق همچه در بچه آقای امیرحسین یک باخت سنگین در پیش رو داره. میری واسه یخ شدن جیگر مردم. چی میگی روانی؟ اوه قسمت سنگین تخم خودم بزنم دیگه. خودم بزنم. نه فقط خودم بچه نگاه کنید. فقط کجا بزن؟ تو فقط بگو من بزن. برو فقط بگو من بزن. من بزنم. نه قول میدم آروم میزنم. کجا بزنم؟ میزنم اینجا. نه اینجا بزن. اینجا بزن. نه اونجا نه. چرا نه؟ اینجا. اما هم بعد بچه‌ها ببین. بزن اینجا بزن. درد داره. بچه شما بگید من کجا بزنم. اینجا بگم فقط اینجا حساب. نه من اونجا. خب بزن سریع. 1 وای بزن دیگه. وای بچه آماده ای؟ 3 وای 2 آقا بعد بزن. تو بدو 3 نترس. مرد کوچک نترس. بزن 3 وای 2 آقا حساب نیست. بچه بزن چیزی خیلی تو جان انقدر میترسی. بزن دیگه. 3 اینجا نزن. اینجا بزن. 3 یواش بزنی وحشی. آروم میزنم. 2 1 آی سرم شکست. روانی اینجا رو چی کار کردی؟ وای نه خدا جون مادر. جون مادر اینا رو بردار.